فلانی از من ناراض است و فلانی نمیفهم، بده من میگه، فلانی غیبت میکنه، باشه هر کسی هر چی میگه. تو اهدافت انتخاب بکن، انسان با هدف باش، کار بکن، تلاش بکن. و ما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم. آنچه تو از خوبی انجام بدی الله داناست. نیاز نیست که مردم بفهمن بدون راضی باشه یا نباشه. این قانونی انسان ها زندگی همین هست. یکی اگر توصیفت میکنه دیگری دشنامت میگه، یکی اگر دوستت داره دیگری برای دشمنی میکنه، یکی اگر احترامت میکنه دیگری بی احترامی میکنه، یکی اگر حمایتت میکنه دیگری تیشه بر ریشت میزنه. همین وضعیت هست. هم تجربتا ما اینو میدانیم در دنیا، هم از لحاظ دین میدانید که این ممکن نیست رضایت مردم. و همون لحاظ امام شافعی رحمه الله جمله زیبایی دارن، میفرمایند کسی که فکر میکند او از زبان مردم در امان باشد این بی عقل است. یعنی هیچ عقل نداره. چرا؟ این انسان ها با خدا که خدا بود، خالق زمین و آسمان بود، با او گفتن. نگفتن که الله زن داره بچه داره، برای خدا شریک نیاوردن. و قالت الیهود عزیر ابن الله، نگفتن یهودی عزیر بچه خداست. و قالت النصارى المسیح ابن الله، مسیحا نگفتن که عیسی بچه خداست. یعنی انسان ها با خدا که خدا بود، حتی خالق زمین و آسمان هم از زبان مردم در محفوظ نمون، برش گپ زدن، حرفای مختلفی گفتن. ولی پیغمبر که بهترین انسان بود گفتن جادوگر است، ساحر است، مجنون است، کافر است، هزارها گپ برای پیغمبر گفتن، برای اصحاب پیغمبر گفتن، برای تابعین گفتن. پس ما خودت کی هستیم که با ما نگوین؟ پس اولین کاری که ممکن نیست و مشکل است که تو کل مردم از خودت راضی بسازی. پس تلاش نکن، این تلاش بیهوده است. برای رضایت مردم کار نکن، فقط برای رضایت کسی کار بکن که اگر او از این راضی بود دیگه هم حرف حل است، مشکل حل است.